خاطر هماهنا می شود اشکم روانم تو را هر لحظه آرم به خاطر هماهنا می شود اشکم روانم و این سوز دلم بیرون کنم من مادر صبح گردد دلم با این بهانه و این سوز دلم بیرون کنم من مادر صبح گردد دلم با این بهانه چرا ای مادر از دنیا گذشتی نپروردی مرا در دامنی خود چرا ای مادر از دنیا گذشتی نپروردی مرا در دامنی خود ندیده چشما رو یاد رو بسیری مادر دلم در حسرتت آب و ادا شد ندیده چشما رو یاد رو بسیری مادر دلم در حسرتت آب و ادا بس ده زندگی خواهری کشیدم شدم پایمال پای مادرم در بس ده زندگی خواهری کشیدم شدم پایمال پای مادرم در
میگویم مادری دارم کجایی. شماتون بخیر باشد دوستان عزیز. عین حال شما برنامه خاطره ها رو توسط تلویزیون سفینه تماشا دارید و حالا ما اینشون قرار است که بازخوانی و خاطره‌گویی کرده باشیم از سرودهای هنرمند خلقی کشور کامل جان غنیف و برای این در برنامه‌مون دعوت کردیم هنرمندان از فیلارمونیای خلقی شهر حصار به نام تاج‌الدین موحیدینов و هم صحبت ما هستند این نوبت شریف محمد علی و سرودها رو اجرا میکنن عبدالرحمن نورов هنرمندی همین درگاه. خوش آمدید همگی به برنامه ما. این سروده که در اول برایمون پیشنهاد کردید از ایجادیاتی استاد کامل جان غنیف یک آهنگ بسیار هم دلنشین فورم و جذاب بود و این آهنگ مال خودی است و شما که همراهش سالها همکاری کردید در محفل ها همراهشان بودید از آهنگ هایی که اون کس ایجاد میکردن برایمون بگویید که چگونه بود سبک و شیوه کاریشون ذوق ایجادی آهنگ ها برای اون کس. راستی گپ اون کس گویم که طبیعتاً آهنگساز بودن اینجا خطایی نمی رود. من از سالهای 1970 با اون کس کار میکنم و اگر فقط درباره سرودی مادر اگر گپ زنیم این آهنگ سالهای 80 به دنیا آمده است و بسیار آهنگ مرغوب است. بعد سراییدن این سرود بسیار شخصا از اون کس التماس کردن که همین سروده با ما با طرز دیسک وای کرده و ما دید که ما گوش کردن بوده راحت نماییم. بله. مخلصانشون خیلی زیاد بودن. به حد مخلصانی بسیار داشتن کامل جان غنی. حتی اون دوره راهبری خانه مدنیت امان‌الله تبر بود میگفتن که کامل جان غنی من شما کار میرانم من کار کنم یا اینکه فقط تلفن‌های مخلصای شما گوش کنم. این چی گپ؟ هر روز تلفن دم بدم تلفن میگن کی کامل جان غنی کنسر دارد کی برآمد میکند کی ما وی رو ببینیم. همین طریق یادآوری هست درباره اون کس. آشنایی شما یعنی شناساییتون همراه اون کس چگونه بود؟ خاطره هایی که از اولین دیداربینی ها دارید از همراه این هنرمند خلقی؟ وقتی که سال 1970 من با کار آمدم من همون سرودخوان بودم با این کس در حال دوستی پیدا نمودیم و با هم دیگر شنوخیز داشتیم و تحلیل سرود و سخن میکردیم و یک خاطره این است که وقتی که ما سال 1972 در شهر مسکو فستیوال عمومی جهانی شد اشتراک داشتیم دسته هنری شعبه مدنیت نوحه حصار آنجا اشتراک کرد و بعدی با همدیگر شناخته شدم با دیگر صنعتکاران دیگر جمهوری ها یک گروه جوانان از شهر بلاروسیا ریسپوبلیکای نزد بالتیکا او را به مهمانی تکلیف کردم و من هم با همراه اون کس به مهمانی رفتیم و بعدی شنوخیز و بعدی رقص سرود خواندن شب نیم شب برگشتیم. بسیار خوب و یک سرودی دیگر دارند استاد با نام خواب آلوده که این آهنگ نیز مال خود استاد هستند. بله. و آهنگ خیلی جذاب است ترانه بسیار شنیدنی است. دوست رفتم به در میکده خواب آلوده این غزل حافظ شیرازی این سالهای 70 به دنیا آمده است تولد شده است و بسیار آهنگ جذاب چطوری که شما گفتید در برنامه‌های کنسرتی وقتی که در کلوب‌ها برآمد می‌کردیم با کنسرت حقیقتا این سرود را بارها مکتوب می‌نوشتن که همین سرود را خواند همین سرود را خواند و من خیال میکنم که در هر یک کنسرت همین سرود خواب آلوده را 2-3 مرتبه تکرار میکردم. و حالا که ما فرصت داریم یک ترانه دیگر بشنویم از عبدالرحمن نورов خواهش میکنیم که همین ترانه را برامون پیشنهاد سازند و بعدا با صحبت را ادامه میدیم. سلامت باشید.
کرده خوب اولوده خرقه گردم منو سجاده شراب اولوده دوش رفتم و دری می کرده خوب اولوده خرقه گردم منو سجاده شراب اولوده آمد افسوس کنان مخبت چهی باده فروش آمد افسوس کنان مخبت چهی باده فروش گاه بدار شوی راه روی خواب اولوده گاه بدار شوی راه روی خواب اولوده سروده که اجرا کردید غزل حافظ و در روی خط ایجادیات استاد ما زیاد غزل های حافظ رو مشاهده میکنیم. آن کس زیاد از حافظ انتخاب میکنن متن رو و اجرا میکنن. البته اون کس از نه که فقط از حافظ، از استاد سعدی شیرازی، از هلالی و مخمس میخواندن، از مشفقی، در انتخاب شعر اون کس بسیار حساس بودن. حقیقتاً غزل‌های بسیار خوب انتخاب میکردن. همین بود که آهنگ‌های او را بسیار شاگردان با یک سرفرازی اجرا میکردن. مثلا خودی عبدالرحمن جان نوروف یکی از بهترین شاگردان کامل جان غنی میباشند که با آهنگ ناتکرار خود از عهده سراییدن سرودهای کامل جان غنی برآمده میتوانند و این
صنعتکارانی عزیزی که در اینجا اشتراک دارند، سفر علی جان، فرهاد جان، طاهر جان، خالمراد جان، اینها دائما با استاد کامل جان غنی هم صحبت بودند و پیوسته با هم دیگر بحث میکردند. میدونید وقتی که یک هنرمند بسیار کسبیتی بالا دارد و این همه مخلص دارد، طبیعی است که نفرانی که در اطرافش هستند و همراهش همکاری میکنند آنها نیز تا به اندازه مخلصی آن کس هستند. البته چرا نه؟ بسیار دوست می‌دارند کارش را، ایجادش را و همین محبت است که همکاری ها صورت میگیرد، مناسبت های دوستی صورت میگیرد. شما چگونه همچون مخلص بها میدهید سرودهای آن کس را؟ من اگر که خود را یکی از شاگردکان کامل جان غنی حساب کنم، یک اونجای خطایی نمیشود، چون که وقتی که من به کار آمدم اون کس علاقه آوازه اون کس از نوحه بیرون تا به ها رفته بود و یک دو سرودی اون کس را زمزمه میکردم. اون کس حقیقتا هم بسیار خرسند بودن که علاقه من نو آمده از سرودی اون کس را ترنم میکنم. یک سرود دیگر دارند استاد حصارمی، آهنگ بسیار شوخ، سرود بسیار جذاب در وصف شهر حصار است. بسیار سرود شنیدنی است این سرود هم. می توانید یک کمی در مورد همین سرود برای ما بگویید؟ چی گویم؟ کسی که در کجایی که تولد شده باشد، دهه خود، ناحیه خود، جمهوری خود، طبیعت خود را ترنم میکند، میسراید، مقاله ها مینویسد. کامل جان غنی هم از روی دوستداری و که دوستداری ناحیه خودش بود، دوستداری وطنی خودش بود، یعنی که حصار این تاجیکستان است، ما باید که محلی خود را، ناحیه خود را، جمهوری خود را اعتراف کنیم، دوست داریم و در حق او غزل‌ها بسراییم. بله، همین گونه سرودهای ماندگار و سرودهایی که به قلب مردم رسیده است از کامل جان غنی خیلی زیاد هستند. حالا یک سرود دیگر را برای من پیشنهاد کنید از همین روی خط سرودهای بسیار هم ماندگار و خوبی استاد. ای شام به کوی ما گذر کن، ای صبح به حال ما نظر کن، در ظلمت شب تنم بفرسون، یا رب شبی ظلمتم سحر کن، در ظلمت شب تنم بفرسوده، یا رب شبی ظلمتم سحر کن، یا رب، یا رب، یا رب شبی ظلمتم سحر کن، یا رب، یا رب، یا رب شبی ظلمتم سحر کن. ای باد صبا بگو بیارم، بر کشتن خستن گذر کن،
بودی سبا بگو بیارم بر کشتن خشته گذر کن من کشته شدم من داغی هجرم خود را بری تلی و سپر کن من کشته شدم من داغی هجرت خود را بری تلی و سپر کن یارب 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 شبی ظلمتم سحر کن یارب 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 شبی ظلمتم سحر کن اگرت هوایی وصلش برخیز جا و ترک سر کن حافظ اگرت هوایی وصلش برخیز جا و ترک سر کن یارب یارب شبی ظلمتم سحر کن یارب یارب شبی ظلمتم سحر کن یارب شبی ظلمتم سحر کن یارب شبی ظلمتم سحر کن سلامت باشید. واقعا یک سرودی بسیار هم شنیدنی، متن و آهنگ بسیار هم بلند نوشته حافظ بزرگوار و این همه خوبی را استاد باز به درجه خوبتر اجرا کردن با صدای جذابشان که در خاطره مردم زیاد نقش بسته است. بله. تولید این سرود چگونه است؟ تولید این سرود این سالهای 80 بود که این سرود تولید شده است و نیه حکیمت که چخیل غزلی عثمانی آهنگ هم چنان شیرین و دلکشه که همین گویا که همین غزل برای همین آهنگ آفریده شده باشد یا اینکه برعکس مخصوص برای خاطر آهنگ کامل جان غنی حضرت حافظ همین غزل را نوشته است. آفرین به اون کس حقیقتا وای میفهمیدند که مثلا کدام غزل را انتخاب کنند و چخیل آهنگ با پیشگذاری کنند. بله، ایجادکاری اصیل. بله. که میدونند چی به چی موافق است و چی را به شنونده به مردم رسانیدن میخواهند. بله. و یک آهنگ بسیار مرکب است که فوراً ولی مرکب است اجرایشش. کارکرد این سرود همراه گروه چگونه؟ اون کس پیوسته با نمین اساسا با خود مراد جان، سفر جان، عبدالرحمن جان، طاهری جان همکاری میکردند. بسیار مشق میکردن. من خود شما شاهدی آن بودید که چقدر دشوار است. بله. حقیقتا کامل جان غنی اسلوب خاصی داشت. بله.
این برای ثبت وی رو به جا آوردن خیلی زحمت ها کشیدن لازم است که بعد اون آهنگ حقیقی براید، اون غزل حقیقی سرایده شود و این مردم، مردم بزرگواری که اینجا شدند از عهده همین کار برآمدند. با او پیوسته همکاری میکردن. واقعا کامل جان غنیف نفری هست که ایجادیاتش، قسم زیادی از ایجادیاتش همچون در خاطره مردم برای همیشه نقش بسته است و امروز ها نیز طلبات به شنیدن همه گونه سرودها خیلی زیاد است. یک سرودی بسیار هم شوخ و جذابی دیگر کامل جان غنیف دارند که رباعیات های خلقی است و حالا در انجام برنامه خاطره ها ما همین سرودی بسیار خوب رو از شما درخواست میکنیم تا بار دیگر به خاطر مردم رسانیده باشیم همین سرود را و حالا پیشنهاد. Qadamosh kanda 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 Darish qaystukhtay banda 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 Qadamosh kanda 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 Darish qaystukhtay banda 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 Shuma bikash bachashmod bachashmod Shuma bikash bachashmod bachashmod Yoram batu zibanda ye zibanda Yoram batu zibanda ye zibanda Dasaru mali gardiye o gardi Ay mo pano me gardiye me gardi Dasaru mali gardiye o gardi Az mo pano me gardiye me gardi Qarori dil ma burdi o burdi Qarori dil ma burdi o burdi Dukhtar khubay dil bandi Dukhtar khubay dil bandi Qadamosh kanda 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 Darish qaystukhtay banda 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 Qadamosh kanda 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 Darish qaystukhtay banda 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 Surma makash bachashmod bachashmod Surma bikash bachashmod bachashmod Yoram batu zibanda ye zibanda Yoram batu zibanda ye zibanda Khadakina u nihalate nihala Abruyi dumbi morate oh morat Khadakina u nihalate nihala Abruyi dumbi morate oh morat Mora kushtay du khala Mora kushtay du khala Khali bari rukhsarate rukhsarat Khali bari rukhsarate rukhsarat Qadamosh kanda 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 Darish qaystukhtay banda 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 Qadamosh kanda 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 Darish qaystukhtay banda 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 Surma bikash bachashmod bachashmod Surma bikash bakoshod bakoshod Yoram batu zibanda ye zibanda 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 سلامت باشید. در روی خط ایجادیات کامل جان غنیف واقعا موضوعهای همین ایجادیات گوناگون هستند که هر کدام برای مخلصانش جایگاه الهیده خاصه خود را دارد و هر کدام واقعا در الهیدگی شنیدنی و جذاب است. ما اینجا مهمانان نوبتی برنامه خاطره ها رو خوش آمدید میگوییم. همگی تشکر که آمدید و واقعا برنامه ما رو رنگ دیگر بخشیدید با پیشنهاد سرودها و
صحبتی گرمی خود. یادآور میشم که هم صحبت ما بودن شریپوف محمد علی و سرودها رو اجرا کردن عبدالرحمن نوروف هنرمند از فیلارمونیای خلقی شهر حصار به نام تاج‌الدین محیدینوف. این انجام برنامه خاطره ها است و ما برای شما خوبی های فراوان رو آرزو میکنیم و تا نوبتی دیدار خیر.